حضور. لعنتی شوخیت گرفته. مسخره. خدای من. سلام، چه خبره؟ سلام، شرمنده خیلی منتظر من موندی. همیشه زود میرسم. بیا یه نگاهی بهش بنداز. میخواستم مطمئن بشم این منطقه تو محدوده بله، مدرسه ها باشه. دبیرستان نورس. اگه نبود که اصلا بهت نشونش نمیدادم. بعدم ببخشید که خونه فعلا خالیه. واقعا وقت نکردم بهش برسم چون هنوز وارد بازار نشده. وای. از شما اولین خانواده‌ای هستین که اومدین بازدید و تقاضا برای این منطقه خوبه، واقعا نه؟ زیاد شده. یه جورایی از کنترلمون خارج شده. ممنونم عزیزم. خب آره، یه نگاهی بندازین. اگه سوالی هم بود من در خدمتم. خیلی قشنگه نه؟ بیشتر از 100 سال قدمت داره. اصله. از زمان ساخت این خونه اینجاست. از نیترات نقره درست شده. دیگه این تولید نمیشه. یه حس متفاوتی به نور میده. یه عتیقه واقعیه. واقعا معرکه است. به نظرم قلب این خونه است. تمام دیگه نه؟ مطمئن نیست. اول همه اومده به ما نشونش داده، ما نخریم مشتری بعدی میخره. آخه غیر ممکنه تو این منطقه چیزی آره، پیدا شه. پسرمون باید بره میدونم. نورس. اینطوری میتونه تو 4 رشته شنا رقابت کنه. همیشه فکر کنم صدر اون طرف جدوله. خیابون منطقه اگه پاپلر. قهرمان شه خودش تصمیم میگیره. آره خب پاپلر اتفاقا آتش نشانی هم واسه داره. اونجا 600,000 تا آتش لازمه. نشانی یعنی صدای آژ. اولش نرخ وام بالا میره، بعدش پرداخت میکنی. به نظرت زود نیست؟ فصل مسابقات شنا تازه از نوامبر شروع میشه. کلویی رو میگم. خب زندگی همینه دیگه. در واقع مرگ همینه. عزیزم اون خوب میشه، تغییر براش خوبه. خب 8,5 میلیون با سپرده‌گذاری 30 روزه فکر کنم 25,000 دلار بودجه تعمیرات میشه. همسرتون واقعا باهوشه. درسته. یه مهلت 30 روزه برای وام، ولی اگه لازم بشه حذفش میکنم. کسی نظری نداره؟ آره، مطمئنم بذار میتونی یه خودش کاریش درستش بکنی. کنه. خودت میدونی چطوریه. خب میدونی اینجا یه کم این قسمت چیه؟ یه من جور بیشتر اینجا رو پذیراییه؟ مثل نشیمن برای می‌بینم، نگاهی ولی به خب اطراف. هر جور بخوای میتونی ازش استفاده کنی. این خونه پتانسیل بالایی داره. خیلی از جذابیت‌های اصیلش حفظ شده. فکر نکنم خیلی بازسازی می‌خواد. احتمالاً بدون همینطوری اسباب کشی. آره خونه قشنگیه. فکر نمی‌کنم نیاز به بازسازی داشته باشه. عالیه. همینطوره عزیزم. خیلی خوب بچه‌ها، بجنبید که حسابی کار داریم. دو نردبون باشه دارم میارم. بریم تو کارش بچه.
زود باش بجام. بیا امروز باید سریع‌تر اینقدر حرف انجامش نزن بدیم پسر. ها. بجام به تنبل کارت بازی برس. نداری. کارتون رو درست انجام چی بده. داری برا خودت میگی؟ میخوام به بهترین شکل انجامش بدیم. ما تو کارمون بی‌نظیریم پسر. حرف نداریم. خوراکمون این کاره. اوه خدای من، اگه داتون بود هیچ وقت اینجوری نمیشد. بهت چقدر قول شرط و میدم. پرسه. وای خیلی خوب باشه. بگو کی؟ یه بار بگو دیگه. بازی نشونم گرین بده. بی اصلا بازی دیدیش؟ گرین بی. از اینو بالا شروع باش. کنه. بازی گرین بی. بی خیال بچه. اون که مال 3 سال پیش هنوزم بود. حسابه. ول کن. اسم رنگ سمت ورودی شلوین ویلیامز، حواستون باشه. باشه. آره. خوبه. انگار اون یارو ولگردی چیزی ها. ولگرد. فکر کردم تا حالا تمومش کرده. منم همینو فکر میکردم. ولی خب نمیدونستم باید تنهایی انجامش بدم. روبرتو کجاست؟ داره همون دستشویی آماده میکنه. واسه چی نمیاد اول به تو کمک کنه؟ نمیخواست بیاد تو. یعنی چی که نمیخواست بیاد تو؟ گفت من پامو تو این اتاق نمیذارم. همینو گفت. عجب احمقیه. سلام، چطور پیش رفت؟ خوب بود. نمیخوام اینو بدونم دیو. نکتهش اینه که نباید چیزی بدونم. نصف اولش رو بدون اینکه چیزی بدونم رد کردم. چرا باید؟ به کارلوس بگو برام مهم نیست. من واقعا تو این قضیه لعنتی گیر افتادم. میخوام شب و راحت بخوابم. خب اتفاقا دارم راحتم میخوابم. با حساس کردن قضیه سطح احتمال حمله رو بالا نبر. ایده افتضاحیه. من دیگه باید برم. آره باید برم. چه جور دردسری؟ پیچیده است. از پسش برمیام. همیشه خب پس چرا برمیام. بهم نمیگی؟ من نباید این چیز رو خب بدونم. فقط میخوام بدونی که هر کاری کردم، هر کاری که تالا کردم به خاطر تو بوده. باید اینو بدونی. چی داری نه میگی؟ نه، هیچ کس هیچ وقت مثل تو برام مهم نبوده. از همون لحظه‌ای که فهمیدم بار دارم، میدونی فهمیدم هدفم تو این زندگی چیه. باید از این بچه محافظت کنم. نه جدی میگم. هیچ وقت همچین حس نزدیکی به یه آدم نداشتم. پس کلویی چی؟ آره خب نه معلومه که مهمه. فقط یه جور دیگه است. گوش کن تای، فقط میخوام بدونی که در نهایت همش به خاطر تو بوده. اون وقت چی واسه میخوام من بگم بود؟ اگه واسه اونایی که دوستشون داری بری جلو اشکالی نداره. همین. مامان فقط کاریو بکن که حس میکنی لازمه. مهم نیست چقدر اشتباهت بزرگ بشه، وقتی انجامش میدی اگه به خاطر دلیل درستی باشه باهاش کنار میای. برو بخواب مامان.
نادیا. کلایی خوبی؟ ببخشید جیغ کشیدی؟ فکر کردم یه چیزی دیدم. یه موش. حالی شد. ببخشید. میخوای یه نگاهی بندازم؟ نه اشتباه کردم. باشه مطمئنی؟ مطمئنم. ببخشید. عیب نداره. خب دیگه. مگه ندیدی چطوری صداهای بلند تو خیابونت جا میپره؟ کی نمیپره؟ این فرق داره. آره فقط یه کمی استراب داره. خب کلویی از اولم استرسی بود. شاید باید ببریمش آزمایش. اگه جرأت داری بهش نه بگو. لازم نیست بدونم. میتونیم یه تار موش رو بدیم داری آزمایش زیادی کنیم. وارد ماجرا میشی. ببین اون میدونه اونایی که نادیا میشناخته. مگه نادیا نبود که از 11 سالگی ماریجوانا میکشید؟ کلویی مثل اون نیست. خیلی منطقی تره. خب میدونی که یه بار کافیه. فقط یه بار. 2 بچه تو 2 ماه مردن. خب باید اینو تموم کنم. یهو دیگه نفسش بالا نیومد. تو تخت خودش مرد. میتونی تصور کنی پدر مادرش چطوری پیداش کردن؟ کریس لطفا کلویی- باید تمومش کنم. باید تحویلش دیگه بدم. حرف نمیزنه. همش تو خودش. خب میخوای که یه داروی دیگر رو امتحان کنی؟ شاید. یا یه روانشناس دیگه؟ آره فقط میخوام درستش کنم. عزیزم این درست شدنی نیست. اون نمیتونه هممونو با خودش پایین بکشه. خودتو ببین. داغون شدی. زمان همه چی رو درست میکنه. ببینم تا حالا دقت کردی حرفات همیشه باعث میشه تا کلن ما هیچ کاری نکنیم. هیچ کاری؟ هیچ کاری. فهمیدم. هیچ کاری. چطوری آورد؟ منم کریستوفر پین. خیلی وقت حرف نزدیم. خب راستش یه سوال نسبتا عجیب حقوقی داشتم. نمیدونستم دیگه از کی باید بپرسم. به خودم گفتم هر وقت فرصت داشتی از تو بپرسم. ممنونم. امیدوارم خوب باشی. پیامو دیدی جواب بده.
یعنی مشکلی نداره که بمونم؟ آره آره حتما، چرا که نه. خوبه. آره پدر مادرم تا شب خونه نمیاد. خیلی خب که اینطور. پس فقط خودمونیم. خب خواهرم هست ولی معمولا بالا میمونه. تو خواهر داری؟ آره آره، اون هنوز کوچیکه. اتاقشونه؟ آره، میخوای سلام کنی؟ حتما. این رایانه. سلام. سلام. پسر فکرشم نکن. اتفاقا خیلی هم جدیه. واقعا؟ باشه بابا، سیگار بی سیگار خوبه؟ همینجوری گفتم. خیلی خوب. گوش کن ببین، دیگه میتونیم یه مهمونی همچین چیزی را بندازیم. آره میتونی. و بعدش هم خب داشتم فکر میکردم مکس رو بگیم بیاد. یا ریک. آره پایا. مهمونی بزرگ یا دور همی کوچیک؟ نظرم بهتره یه دور همی کوچیک. خیلی شلوغش نکنیم. برعکسش چی؟ یه مهمونی شلوغ. من همونو میخوام. یه مهمونی فضایی. یعنی میتونی جورش کنی؟ مثل اونایی که معتاد میگیرن. بابا متخصص کودکانه، کلا هیچ وقت خونه نیست، ولی چون دارو سازه هر دارویی بخوام میتونم جور. افتضاح بود. نه هنوز تمام نشده. نه گیر کرده، مثل یه عصب مرده. خیلی اعصاب خورد کنه. و نمیدونم قدم بعدی چیه. متاسفم. فکر کنم باید صبر کنیم تا جواب بده. چی کار میکنی؟ لپتاپم ویروسی شده، فقط باید همه چی رو پاک کنم، میدونی. چه جور ویروسی؟ نمیدونم، فکر کنم روی یکی از اون لینک ها کلیک کردم، اونایی که میگن حساب آمازونتون مسدود شده. عاشق غلط های املایی اینجور چیزا. آره یکم دیگه میام پایین. مثلا نوشته بود پشیمان هستیم که به اطلاعتان برسانیم حساب شما تقلب. راسته تایلر تو 400 متر برنده شد. هر دوتا مسابقه انفرادی شد. من یه اسم دیگه واسه کلای پیدا کردم. آره تو هم یه نفر رو میشناسه. یه زن، شاید همون چیزی باشه که کلای نیاز داره تا بتونه سفره دلش رو باز کنه. من که گفتم اون به زمان نیاز داره. 2 بچه. تو 2 بچه؟ آره خیلی واضح یادمه که هر دوتاشون از شکم من بیرون آوردن. آره ممنون که یادآوری کردی. هی چه خبرها؟ سلام. روزت چطور بود دخترم؟ بین متوسط و متوسطی رو به پایین. منم همینطور. بوریتو میخوای؟ آره. پس سفارش میدم. خیلی خوب. رفیق بوریتو میخوای؟ آره در نظر میگیرمش. هوارد سلام. آره خیلی ممنون که جواب دادی. فقط یه لحظه بهم وقت بده بشه. آره خوبه. آره نه فقط یه موضوع حقوقی بود. راستشو بخوای اصلا نمیدونم چطوری بیانش کنم. یکی از دوستام اومد پیشم که یه مشکل حقوقی داشت. واقعا از توان من خارج بود و من نمیدونستم اصلا با کی مطرحش کنم. خب تو اومدی تو ذهنم.
باشه آره. اگه یه نفر تو ازدواج درگیره یه چیزی باشه، یه چیزی که شاید قانونی نیست، اون وقت تبعاتش برای همسرش چیه؟ اون همسری که درگیر نیست. آره نه آها نه فکر کنم یه سوال فرضی تو مایه های اگه اینطوری بشه چی میشه باشه ها؟ آره باشه، مشخصه که نمیخواست جزئیاتو بگه. اگه از نظر قانونی جدا شده باشن چی ها؟ آره من؟ خب اگه راستشو بخوای اونقدر هم حالم خوب نیست. من خب لعنتی دارم از هم میپاشم. آره همه چی، همه دارن از هم میپاشم. آره باشه ممنون. باشه منظور چیه؟ چیزی همونی که گفتم. مثلا چی؟ شاید یه چیزی حس کردم. آره انگار حسش کردم. تایلر؟ یعنی امکان نداره، فقط یه نمیتونی. چیز ساده است. آره یا نه مشکلی نداره. نه من که چیز عجیبی حس نکردم. ببینم منظورت اینه که حس کردی؟ یه نفر اینجاست. نه جدا؟ آره. میتونی توضیح بدی؟ مطمئن نیستم بخوام. باشه شاید بعداً هست. اولش فقط حسش میکردم، بعدش چیزا تکون خوردن. تکون میخوره؟ بله چیا تکون خیلی میخوره؟ چیزا خودم دیدم. دیدی چیزا تکون بخوره؟ نتیجه‌شو دیدم آره. و یه حسی بهم دست میده که انگار بعضی وقتا خیلی قویه. میدونم که اون چه حسی؟ ترس از فراموش شدن. من درست متوجه نشدم یعنی چی؟ یعنی ترس از فراموش شدن یا نادیده گرفته شدن و من اینو حس میکنم. اینجا تو را خدا جدی میگی این چه کوفتیه؟ متوجهم که شما مجبورید به این مزخرفات گوش کنین ولی من نه. یه چیزایی دیدی ما رو گیر آوردی؟ نه این واقعا مسخره است. این فقط یه راه دیگه است که من رو این آحمقا نشون مگه بده. غیر از اینه که احمقی؟ خیلی خب دیگه با آروم اون باش. مزخرفات پارسال خدای زندگیمو من خراب چی کردی. میگی؟ این دفعه نمیذارم. آخه چه مرگته؟ ها؟ حرف بزن. تو فکر میکنی مرگ اون دوست معتادت داره داری عذابت میده؟ زیاده روی میکنی خب من تایلر. دارم یه چیزایی پیدا میکنم. خب اون پسر رایان تو مدرسه خیلی معروفه و خودش اومد سراغم که با هم دوست بشه. اصلا میفهمی این یعنی هیچ چی؟ کس نمیخواد شرمندت کنه. هیچ کس همچین دیگه چیزی خیلی نمیخواد. دیر شده. متنفرم. ساکت شو. نیست این متنفرم. نه نمیتونم یعنی نمیخوام. میفهمی؟ حالا آروم بگیر باشه؟ مسخره است. میشه بری باهاش صحبت کنی؟ هی یه لحظه وقت داری؟ آره شاید یکم عوضی بازی در آوردم. اینو نباید به من بگی. بهش گفتم. خب چی گفت؟ از اتاقم گم شو. بهتره بعدا امتحان کنی. حالا هرچی. اگه الان درستش نکنی خیلی طول میکشه تا رابطتون جوش بخوره. من بعد دبیرستان 6 سال با خواهرم حرف نزدم. که اینطور؟ اون خیلی سختی کشیده تایلر. بی خیال.
اون هیچ وقت علاقه‌ای به واقعیت نداشته. از اولش هم همینطوری بود، میفهمی؟ حالا هم دیوونه بازی در میاره و تو بهش توجه میکنی. دنبال چیزای عجیب میگرده، برای همین براش طبیعیه. قضیه اینه. جفت دخترایی که مردن و میشناخت. فکر میکردم فقط نادیا بود. اون یکی هم بود. یک کمی، ولی به هر حال احمقا هر چی میبینن میریزن تو معده‌شون. نه پودر نه قرص. اگه از همین در میاد اشکالی نداره، ولی اگه آزمایشگاهی باشه بخوام. بفرستش آزمایش بده. هی من میدونم انجامش بده بابا. گفته باشم مغزش مشکل نداره، هیچ ربطی هم به دوست مردش نداره. یه مرد فوق‌العاده تو وجودت تایلر. دوست دارم خیلی زود ببینمش. بلوز آبی تو اتو کردم. ممنون. روز خوبی داشته باشی. ولی این مهمه نه؟ باید بدونی که این سیمون لعنتی عین یک کابوسه، پس کلا حقش بود. یعنی اونطوری که با رفیق درک رفتار کرد، خب میدونی درک هم همچین چیزی رو تحمل نمیکنه. یعنی خب اون پسر با مزه‌ایه ولی تحمل نمیکنه. منظور تو بدون این چرت و پرتا متوجه شد؟ ادامه بده. بعدش یه پیام میگیره و میگه کیه؟ اونم جواب میده جیمی بوی. بی خیال. بعدش هم میره شماره‌شو با یکی دیگه چک میکنه و معلوم میشه که درک یه سیم کارت با خط جیم بو داشته. به نظر دیوانه کننده مگه میشه؟ چطوره گرفتش؟ با یه اوتیه و یه بار روت کردن گوشیش. میخوام دیگه برای تاکیدم نیست حتی همون کلمه. محشره نسل شما ها منظورم. بعدم اون جواب میده و کلا میفته تو ماجرا. چون میدونی پسر اونو تو سطح خودش نمیدونست، ولی خب باز با پا پیش میکشیدش و لعنتی خیلی هم باحال بود. اونم بعدش نمیومد یه اسب بازی داشته باشه. هنوز تموم نشده. واسه این چیزا این کارو نکرده بود، فقط انتظار همچین چیزی رو داشته. پسر بهش میگه خدایا تو چقدر خوشگلی و اینا. بعدش میشه هم دیگر ببینیم و اونم کاملا پایه بود. بعدش هم میگه عالیه، چرا که نه؟ چطور بعد زنگ هفتم تو بالکن سالن تئاتر هم دیگر ببینیم؟ بعدش هم گفت چرا تیشرت خرسی تو نپوشیدی؟ خیلی بهت میومد. با این حرفا بازم عاشق که نگه نداشته. چی؟ نه فکر نکنم، احتمالا نه. ولی ببین بهترین قسمتش اینه، بعدش ما یعنی هممون رفتیم بالا تو بالکن تئاتر. تو تا حالا رفتی اونجا؟ نه. معلومه که نرفتی. بگذاریم. خلاصه ما رفتیم اونجا. تقریبا 8 نفری بودیم. 8 نفر آره، بودیم؟ هممونم پشت قفس‌ها قایم شده بودیم، داشتیم از خنده میترکیدیم. ولی همه جلوی خندمون رو گرفته بودیم چون میتونستیم صدای پاهاشو که داشت از پلا میومد بالا رو بشنویم و اینطوری حرف میزد. درک اینجایی؟ درک همون تیشرتی که گفتی و پوشیدم. بعدش هممون پریدیم جلو و با هم گفتیم درک همون تیشرتی که گفتی و پوشیدم. خدای من شماها واقعا نامردی. اون دختر سیمون حقش بود ماما. بعد یه جوری همه خبردار شدن. آره یه جوری. آره امروز همه تو راهرو داشتن میگفتن چه تیشرت قشنگی داری. سیمون اون تیشرتی که پوشیدی چقدر بامزه است، چقدر خرسش بامزه است سیمون. از اون عکس چطوری پخش شد؟ چی اون همون پیاماره؟ ولی کار من نبود. صبر کن تو گوشی تو چی کار میکنه؟ چون اون گذاشتش تو اینترنت. من هیچ وقت اون عکس رو ندیدم، جدی میگم. فکرش هم نکن بخوای دروغ میگم اصلا اون عکس رو ندیدم. هیچ کدومتون نباید اون عکس رو تو گوشیتون داشته بی باشید. خیال شوخی میکنی؟ میگم کار من این نبود. ماجرا دارین به من گفتم تو گوشی هیچ کدومتون نباشه. کار من نبود. اون گذاشته. اون چی بود چیز؟ کسی بالاست؟ بالاست؟ اون چی بود؟ لعنتی اون دیگه تکوفتیه. جای لعنتیم. خدای من خودشه. نادیاس. باید چی کار یه کنم؟ لحظه بذار فکر. من پر یه نمیگردم لحظه بذار فکر کنم. الان جدی داری میگی؟ ساکت شو، بهش نیاز دارم. از کی میکشی؟ 2003.
اون سیگار فایده ای؟ چطور میتونی تو این وضعیت انقدر آروم باشی؟ من سعی کردم بهتون بگم. خدا، حتی وقتی اوضاع خرابم یه جور دیگه بدترش میکنی. یه بار دیگه با خواهرت آروم اینطوری حرف باشی. بزنی اون وقت میزنم تو دهنت. نه جدی میگم، دست از سرش بردار. یه بارم که شده ازش دفاع کن، چیزیت نمیشه. فهمیدی؟ فقط یه بار. خیلی خوب، حالا کاریه که شده. الان چی کار کنی؟ با کی میتونیم حرف بزنیم آخه؟ یعنی اصلا میتونیم به کسی بگیم؟ اصلا چطوری میخوایم بریم تو؟ جدی میگم چطوری میخوایم برگردیم تو خونمون؟ نمیخواد آسیبی بزنه. کی نمیخواد آسیبی بزنه؟ هممون میدونیم کیو تو از بزنه. کجا اتاقمون میدونی؟ نابود کرد. ولی تو از کجا میدونی؟ من میدونم. همونطوری که خب یه جورایی میتونم ببینمش. و چی میبینی؟ اونو میبینم. خب نه دقیقا حسش میکنم. و معمولا وقتی تنها اینطوری میشه و اولین باره که جلوی بقیه اتفاق افتاده. اون نمیخواد به کسی آسیب بزنه. برعکس انگار میخواد کمک کنه. این یه مکالمه دیوونه کننده است. تو این دقیقاً. دنیا چیزای ناشناخته‌ای هم وجود داره. ما اینجا امنیت نداریم، بالاخره میفهمی؟ یکی فهمید. اگه میخوای میتونی بری، همتون میتونین برین، ولی من هیچ نمیدونم. من میمونم. واقعا مسخره است. من نمیخوام بخشی از این دیوونه بازی ای باشم. بهت من گفتم درست نیستم. حرف بزن. حتی یکم هم کنجکاو نیستی؟ یعنی اصلا به این فکر نمی کنین که شاید فقط این یکی از جذابترین چیزایی که تا حالا تو زندگی مزخرف و مسخرتون اتفاق افتاده؟ بی خیال، نادیده نگیرینش. یعنی واقعا اینقدر ترسیدی؟ چیزیت نمیشه تایلر، بهت قول میدم. باشه. آره. خب عالی میشه. عالی. آره ممنون، خداحافظ. خیلی خوب. اول از همه سیسی گفت که هیچ وقت هیچ گزارشی مثل این از خونه نشده و از نظر قانونی موظفه اگه چیزی بوده به همون بگه. ولی این نکته جالبش اینجاست که خواهر شوهرش یه چیزایی میدونه. اون حسشون میکنه. صبر کن ببینم، اون یه جادوگره؟ نه اینطوری نه. اون بیشتر یه جور حس شیشم داره. چیزی که سیسی بهش میگه بینش دوم و گفت شاید بتونه بیارتش اینجا تا کمکمون بکنه. پس یه جادوگر حرفه‌ای. نه بابا، میگه یه زن عادیه که کار عادی هم داره، ولی بعضی وقتا این کارو واسه دوستا و خانواده‌اش. دوستا و خانواده‌اش؟ آره. واقعا؟ سیسی گفت فردا میتونه بیارتش اینجا ساعت 12:30. منم بهش گفتم باشه. خیلی خوب، اونا رسیدن. دارن میان. سلام، حالتون چطوره؟ ممنون که اومدید. من کریسم. من کارلم. اینم همسرم لیز است. خواهش میکنم بفرمایید تو. حتما. این همسرم ربکاست و اینم تایلر و کلویی. تو وقت نهارش اومده، پس بهتر زودتر شروع کنیم. بله حتما. آره چیزی نیاز ندارم. یه جا بشین و یه لیوان آبم میخواد. تایلر میشه یه لیوان آب بیارین؟ ممنون. از این طرف لطفا. آره هر جا دوست داشتین بشین. ممنون.
میتونین شما یعنی تو داری خودتو گول میزنی. بلو؟ اسم میانیش اینه، کلوی بلو. تو از کجا میدونی؟ من بهش گفتم. کارل گفت اسمای هممونو لازم داره عذاب میکشه. دقیقا مثل تو کلوی. دوست تو از دست دادی؟ اینو دیگه بهش نگفت. اسمش چی بود؟ نادیا. متاسفم که انقدر عذاب میکشی بلو. میدونم درد کشیدن یعنی چی. مرگ نادیا، این شوک چیزی بیشتر از درد برات داشته. تو این دنیا زنده تر از همیشه. چیزایی حس میکنی که بقیه نمیتونن حس کنن. پس مثل یه در بهش نگاه کن که این در برای بیشتر آدما تقریبا همیشه بسته است. بعضی وقتا یه کمی باز میشه، یه ترکه کوچیکه وقتی خواب میبینن یا وقتی حضور خدا رو حس میکنی. ولی برای بعضی آدما، برای تعداد خیلی کمیشون، این در همیشه بازه. انگار با یه شوک روحی یا بیماری ذهنی کلاً باز شده و برای تعداد خیلی کمتری اون در همیشه باز میمونه و راستش بعضیا تحملشون ندارن و بعضیا هم ترجیح میدن دیگه کلاً چیزی حس نکنن تا اینو تحمل کنن. واسه الیزا این در تمام عمرش باز بوده. آره، یه چیزی اینجاست. یه حضور که انگار به تو وصله. تو میدونی اون کیه؟ نادیاست؟ اون گیج شده. نمیدونه چرا اینجاست. یه اتفاقی براش افتاده. شاید همینجا تو همین خونه. داره سعی میکنه بشناستت. داره تمام سعیشو میکنه که خودشو بشناسه. زمان براش مثل ما کار نمیکنه. گذشته و حال براش یکیه، پس حتی نمیدونه تو چه زمانیه. یه کاری هست که باید انجام بده، ولی نمیدونه دقیقاً اون کار چیه. آینه های قدیمی خیلی بهتر از جدیدیان. مثل آدمای پیرن. چیزای بیشتری دیدن. کمکش کن. خدایا. حالتون خوبه؟ حالش خوبه؟ خوبم، ببخشید. باش، ببخشید. این موهبت که همسرم داره همیشه حسه موهبت رو نداره میفهم و هزینه سنگینی داره. هزینه فیزیکی. آره، بعضی وقتا یکی دو روز طول میکشه تا بتونه برگرده سر کار. نمیتونه بعد اینجور تجربه سری برگرده بره فال عادیش. آره متوجه. بله متوجه. بذار ببینم. عجب چیزی نه؟ تو خوبی؟ آره. عجیب الخلقه ها. تایلر، کریس بهش پول دادی؟ دادی مگه نه؟ چقدر؟ اون اصلا نمیخواست بیاد. سیسی مجبورش کرد. اون زن دیگه هیچ وقت نباید پاشو تو این خونه بذاره. حالت خوبه؟ فکر کنم اوضاع رو بدتر کرد.
ببخشید منو ترسوندی. ببخشید. از کی اونجا وایسی؟ همین الان رسیدم. فقط خدای من عجیب غریب نباشه که میخوای بیای باشه تو. باشه مشکلی پیش اومده؟ نه یه چیز، فقط یه سری چیزه. خب خیلی خوب بگو. خب من همیشه میدونستم که مادرت خیلی از من سرد. تو رو خدا حرفای مسخره نزن. ولی فکر کنم از اینکه همه تصمیما رو اون بگیره خوشم میاد. میدونستم خوشحالش میکنه، پس واسه همین گفتم بذارم اون این کارو بکنه. چی میخوای بگی ها؟ باشه آره. چیزی که میخوام بگم اینه که مادر بزرگ تو اون خیلی زن مسخره. آره خودم میدونم. یعنی خیلی عجیب غریب تر از چیزی که فکرشو بکنی بود و خیلی راحت میشد به خاطر اون عقاید کاتولیکش مسخرش بکنی. آخه یه نگاه به من بکن، اسمم از رو اسم مسیح گذاشته و واسه همین میخواستم اسم میانی تو بلو بذارم، چون خب بلو اسم باحالیه خب میدونی، ولی اسم یه قدیس نیست و این واسه مادر من مشکل خیلی بزرگی بود. واسه همینم جرئت نداشتم اونو اسم کوچیکت بذارم. منظورم اینه که من و مادرم زیاد با هم کنار نمی اومدیم تا چند سال آخر قبل مرگش و خب فکر کنم شاید به خاطر این بود که داشتم پیرتر می شدم و به این فکر می کردم آخه من چه میدونم، اصلا شاید حق با اون باشه، میدونی راجب خدا، مرگ، دنیا من هیچ جوابی نداشتم، حتی سوالای درستم نمیدونم. میخوام بگم خب حرفتو باور میکنم. آره یه چیزی اینجاست با ما و به هر دلیل تو میتونی حسش کنی. به هر حال تو با ماها خیلی فرق داری، یه فرق خیلی خاص و امیدوارم که اینو از ته دل میگم، امیدوارم که هیچ وقت عوض نشی. ببین واقعا متاسفم، بقیه موافق نبودن که به کمک شما نیاز دارن. نیازی نیست بیام تو، فقط اومدم بگم به خاطر خوابی که دیدم مطمئنم یه چیزی اینجاست، چون هنوز اتفاق نیفتاده. یه چیز خیلی بد. این اصلا کمکی نمیکنه. به خاطر یه پنجره که باز نمیشه. من متاسفم. اون پنجره، من یه پنجره دیدم. واقعا بابت همه چی ممنونم. آره یه چند روز استراحت خیلی خوبه، باید هر وقت تونستیم انجامش بدیم. دیگه از این فرصت‌ها خیلی گیرمون حوصله سربر میشه. من که مشکلی ندارم. آخه کل روز و جلسه واسه دارم. همینه که کلی کتاب برداشتم. هی ببینم آلن دویلم قراره تو این جلسه باشه؟ معلومه. یعنی هم از بخش حقوقی میان چطور؟ هیچی، همینطوری پرسیدم. آره دیگه همه شرکت میان. شاید بهتر باشه که ببینمش، جفتمون ببینیمش. چرا باید آلن دویلو ببینیم ها؟ فقط واسه این که میزان درگیری رو بسنجیم. واسه چی؟
واسه هر چیزی که ممکنه تهدیدت بکنه. مثلا چی کریس؟ بیخیال. منم به رفتم فکر کردم، جدی میگم، ولی اینجا به حاضرم باهات از این مرحله رد شم. اصلا اگه بخوای میتونیم با هم یه راهی براش پیدا کنیم. تو متوجه نیستی، نمیفهمی. پس تو کمکم کن که بفهمم. دیرمون شد. یعنی اگه میخوای بیا. باش. ما داریم میریم. کلایی، تایلر، ما داریم میریم. یک شنبه ساعت 6 برمیگردیم. دیرتر از اون نمیشه. تو حسابتون پول ریختم. حداقل سعی کنین از یه جایی سفارش بدین که پول پیک نگیره. کلایی، تایلر. خب ما داریم میریم. گفتم بگم. باشه. خیلی خوب. خداحافظ عزیزم. تصمیمای درست بگیر. تصمیمای احمقانه تا آخر عمر باهات قبلا هم گفتی؟ خب مگه بد گفتم؟ دوست دارم. سلام. داداش چطوری پسر؟ این چیزا مال 3 سال پیشه. یا آهنگ کلاسیکه، همینه که هست. واسه یه آدم تشنه چی داری؟ خیلی چیزا دارم. انگار ازت خواستم آتش خاله مامان جون تو بخورم. بابا بیخیال. یه خورده آب پرتقال داری؟ آره واسه ترسوها یه کمی تو کابینت گذاشتیم. دمالم بیا. نه خودم میارم. باشه. راستی اون دختر سیمون خب جریانش با جیمبو چی شد؟ جریان چی؟ اون رفته پسر. واسه سلامت روان یه مرخصی کامل گرفته. شاید دیگه بر نگرده. جدی میگی؟ آره بعضی تحملشو ندارن. واقعا نمیتونن اینو تحمل کنن. احتمالاً سر از آسایشگاه در میاره. همشون تهش میرن اونجا. آره. تایلر تایلر
بیا تو. چطوری؟ سلام. حالت خوبه؟ آره. ولی انگار اینطوری نیست. تایلر کجاست؟ بهت که گفتم حواسم بهش هست. خب کجاست؟ دیگه وقت خوابش بود. کار اشتباهی کردم؟ نه من با این قضیه راحت نیستم. لعنتی. متاسفم. پس همینطوره. کار اشتباهی کردم. نه نکردی. دارم جدی میگم. خب تقصیر منه. همش تقصیر منه. من فقط راستشو بخوای اصلا حالم خوب نیست. من اصلا حالم سر جاش نیست. برای همینم نمیخوام با کسی در ارتباط باشم. چیزیه که باید تنهایی ازش عبور کنم. فقط همین. وای. من یه احمقه به تمام معنا. نه چرا هستم؟ من یه احمقم. نه ببین دارم یه چیز خاصی رو میگذرونم. میفهمم ولی من خیلی تنهام. هی اینطوری نیست. نیستی. تنها نیستی. میشه فقط حرف بزنیم؟ آره حتما. حتی لازم نیست چیزی بگی. پس چطوری میشه حرف زد؟ بعضی وقتا اینطوریه دیگه. باشه. خیلی خوب. فقط ریلکس باش. راحت باش. کلوی ازش دور شو. بریم مامان. یه لحظه وایسا. بیرون منتظر باشیم هر چقدر که لازم بود.
پسرم پسرم اون برگشت تو رو نجات بده. چیزی نیست مامان جون.